گنرال ارتش و یا به گفته پروپاگاندیست های روس گنرال ارمگدون یا گنرال روز قیامت سرگئی سورویکین که در مطبوعات با نام قصاب سوریه معروف است از وظیفه سرفرمانده نیروهای هوایی کیهانی روسیه سبکدوش کرده شده است. در این باره روز 23 می آگوست سال 2023 سابق سرمحرر رادیو اکنون نوساول ایخو مسکوی الکساندر ونیدیکتوف با تکیه به منابع خود اولین شده خبر داد. بنا به خبرگزاری های اربکا و ریا نووستی و همچنین زد کانال ها این خبر را تصدیق کردند، ولی تا به حال به طور رسمی از جانب حکومت روسیه خبر از وظیفه گرفتن این گنرال معروف روس تصدیق و یا رد نشده است. بنا به نوشته مطبوعات روس سورویکین را پوره از ارتش پیش نکردند، تنها به مرخصی کوتاه مدت فرستادند. به گفته منصوبات ریا نووستی عین حال به جای سورویکین موقتا وظیفه سرفرماندهی نیروهای هوایی و کیهانی روسیه را گنرال پالکوونیک ویکتور افزالوف به دوش گرفته است. ولی کسینا سبچاک ادعا دارد که سورویکین را با یک فرمان مخفیانه روز 18 آگوست سال 2023 از همه وظیفه‌های داشته‌اش برکنار کرده بودند و تا حال او دسترسی به علاقه ندارد و حتی با خانواده‌اش به تماس برآمدن نمیتواند. در همین حال تلگرام کانال ریبر که نزدیک به ستاد کل ارتش روسیه یوگنشتاب است می نویسد که خبری از کار گرفتن سورویکین برای کسانی که از قضیه آگاهند چیزی نو نیست. پیشتر سورویکین در بازداشتگاه لیفورتوو نگهداری و بازجویی میشد، اکنون او را به مکان کمی راحت‌تر نگهداری میکنند و او میتواند با همسرش تلفنی صحبت داشته باشد. باید یادآور شد که این گنرال روس یک زمان معروف و ورد زبانها که دوست رهبر چویکا واگنر ایوگنی پریگوژن به شمار میرفت از صحنه 24 ایون سال 2023 پس از شورش چویکا واگنر در محضر اون پیدا نشده است. سورویکین آخرین مرتبه در روز شورش چویکا واگنر در یک ثبت ویدیویی از رهبر واگنر ایوگنی پریگوژن و زرخریدانش دعوت کرده بود که به شورش خود خاتمه دهند. اون وقتا گفته میشد که یک طلب رهبر شورشگران پریگوژن استعفای وزیر مدافع سرگئی شایگو و رهبر گنشتاب گراسیموف و به مقام وزیر مدافع آوردن دوست او سورویکین بود. بعدا روزنامه The Wall Street Journal با تکیه به منابع خود در ارتش روسیه نوشت که ماموران FSB سورویکین و 13 تن از افسران کلان زیر اطاعت او را با اتهام همکاری و دست داشتن آنها به شورش جنگجویان واگنر بازداشت کردند. The New York Times با تکیه به یک افسر استخباراتی امریکا که از حادثه باخبر است نوشته بود که سورویکین از پیش از نقشه شورش جنگجویان واگنر آگاه بود. سخنگوی پرزیدنت روسیه دیمیتری پسکوف این همه مدت در پاسخ از پرسش در مورد تقدیر سورویکین و مکان بود و باش او خودداری نموده گفت بهتر می شود این سوال را از وزارت مدافع پرسید. سرگئی سورویکین از سال 2017 این جانب سرفرمانده نیروهای هوایی کیهانی روسیه بوده. همون سال با فرمان ولادیمیر پوتین به او عنوان قهرمان روسیه داده شد. ماه آگوست سال 2021 با فرمان پوتین سورویکین صاحب رتبه گنرال ارتش شد که این بلندترین رتبه نظامی در بین افسران بلند رتبه ارتش روسیه است. بالاتر از گنرال ارتش از روی رتبه بندی نظامی در روسیه عالی‌ترین رتبه این مارشال است که کسی در ارتش روسیه امروزه سرفراز نشده است. از 8 اکتبر سال 2022 تا 11 ژانویه سال 2023 سورویکین فرماندهی قوه‌های مسلح روسیه در اوکراین را به عهده داشت. پس از شکست و ناکامی‌ها در جنگ با اوکراین پوتین والری گراسیموف رئیس ستاد کل ارتش روسیه را به جای سورویکین فرمانده نیروهای مسلح روسیه در جنگ اوکراین تعیین نمود و سورویکین جانشین او ماند. سورویکین همچنین در عملیات‌های نظامی روسیه در سوریه نیز اشتراک نموده. محض در همان زمان لقب قصاب سوریه را به خود گرفته بود. او را در سوریه با بیرحمانه بمباران و به خاکستر یکسان کردن شهرها و کشتن اهالی آسایشته عیبدار می‌کنند.